لایه اول مجسمه که به صورتی معروفه که میزنن اون حباباشو، ایرادی اگه داشته باشه حباب نزنه، صورت و کار و زیبایی کار رو حفظ میکنه. قسمت دیگه از کارگاه کارهای تولید شده و کارهای شیک و هم کارهای توپر هست که به این شکل تولید میشه. لایه اول مجسمه برای ضد حباب کردن و کار بدون حباب و صیقلی و سطح عالی در بیاد. اگه سری نباشه سری اون مواد خوش میشه و باعث میشه نشه دیگه با فرش مالیدش.